زیسینا کبابم زیسیلی دیدا خرابم تو شام ای باز می کسانی من در آتش و آبم مرا قوتی هجر تو بهتر از همه شادیست تو راحتی دیگران مشو که من در عذابم با دیگران من شروع به جان من مزن آتش منم مساس که من خود بر آتشی تو کبابم کبابم اگر برای هلاکی من است ناز و عتابت بیا و قتل کن ای دون که مستحقی بازم شما بخیر میگویم بینندگان عزیز تلویزیون تاجیکستان به هر کدام شما روی اکرانهای شما چون هر وقت برنامه دوست داشته شما شب آهنگ با شما هستم. این دموی لحظه من مصرف امانشایف همکارم باشد نرگس عبدالرحمن. شما بخیر. شام بخیر میگویم به یکایک شما تماشابینان عزیز و امروز در مهمانی برنامه شب آهنگ حضور دارند یکی از معروفترین سرایندگان اپرای تاجیکی با اجرای آریاهای کلاسیکی ایتالیایی سرودهای تاجیکی و خلقی در عرصه بین المللی شناخته شده است. هنرمند خلقی تاجیکستان رستم دولایف. خوش آمدید به برنامه شب آهنگ. تشکر زیاد. خب در آغاز میخواستیم از شما پرسان شویم که هنر اصیل هنرمند رو تا کجا میبرد؟ تشکر زیاد. هنر اصیل البته این هر یک هنر آخر ندارد. با اون قله‌ای که مثل هنرمند مقصد گذاشت باید به فکر من با همون مقصد آخر رفته رسیدن. البته این مقصد اساسی هنرمند است. هنرمند که هنرمندان بسیار است لیکن با همون درجه بلند رساندن هنر با فکرم که با این بسیار صبری بی اندازه داشتن در کار و فقط مثال از پشت هنر و استعمال همون هنر شود که یک مقصد با یک مقصد مرام با یک شیرینی همون هنری که هر آدم داده شده است مثال از تقدیر اما رو با یک شوق و هوس با مرور زمان به بیرون آوردن لازم. البته برای این زحمت بسیار طلب میکند. خلای بلندترین هنرم این به فکر من فقط زحمت کشی است، زحمت کشیدن است.
ما بهوده برنامه رو صحبت رو از این سوال آغاز نکردیم چون شما در صحنه‌های بزرگ جهانی هنرنمایی کرده اید، هنر خود را معرفی کرده اید. می‌خواستیم بفهمیم که آغاز این راه چگونه بود؟ چرا محض شما انتخاب کردید ژانر اکادمی را؟ چگونه ما معلومات داریم شما از خردی ذوق داشتید به سرودهای خلقی؟ البته من وقتی که از دهات اومدم به پایتخت، البته سین سال بود، مقصدی که در دهات بود. من در همون مکتب میانه که تحصیل میکردم در سین جوانی، اونجا من خیلی صنعتکار بودم، میخواندم، سرودخوانی میکردم، بسیار سرودهای خلقی مردمی را زمزمه میکردم، دائما میخواندم در مکتبی همه میانه. وقتی که آمدم به پایتخت، همون مقصد از آن عبارت بود که اومده خوانده یک هنرمند شوم، هنرمند خلقی، به مثل همون هنرمند، به مثل یک صنعت خلقی ما توجیکا. دیگه به مرور زمان وقتی که اومدن با داخل شدن در آموزشگاه موسیقی، به مرور زمان در شعبه همون وکالی داخل شدن. بعدی با قدم های اولی رو گذاشتم به همون شعبه وکال. بعد معلم من مرحوم هنرمند خلقی آونیر کوینیویچ ملاقاندوف بودند که یکی از هنرمندان بسیار شناخته بودند و با تجربه بودند. من در تحت همون استادی آونیر ملاقاندوف سبق‌های اولی را گرفتم و فکر میکنم که تربیه و فهماندن همون معلم بود که من به فکرم با همون جوده صنعت اپراوی دوده شدم و من خودم مقصد گذاشتم که با مرور زمان، البته پای 2 سال 1 سال 2 سال که اینجا اقامت داشتم میخواندم، مقصد پیدا شد که این صنعت خلقی ما برای من، مثال ما که در اون تابش افتاده بودیم و به وای رسیدگی بودیم از خردی، اینقدر مشکل نبود. لیکن با من این صنعت اشرافی وکالی اپراوی وقتی معلم با من بسیار معرفی میکردن، ما تئاتر میرفتیم، خیلی از این صنعت باخبر شدیم. فکر کردم که من در همون حیات یک راهی وزمی رو انتخاب کردم در کار. من خودم عموما از روی فعلم همون چیزی که مشکل است به من جالب است، معقول است، خودم رو خواستم سنجیدن. از همین نیاز به فکر من با همون مصلحت های آونیر ملاقاندوف من آهسته با همون جاده صنعت اپرا قدم موندم و آهسته با مرور زمان این صنعت در دل من بسیار هم ریشه های اولین خود را پیدا کرد. گویم خطا نمیکنم. آمدید به شهر دوشنبه، اینه که زندگی حیاتی مستقلانه شما اینه که در پیش است و همه چیز شما را در پیش انتظار است. خودتان باوری داشته که در آینده مثلا همین گونه دستاوردها، همین گونه قله‌های بلند را فتح می‌سازد؟ البته من باوری نداشتم، ولی برای همین به مرور زمان، مثال آدم وقتی حرکت میکند به پیش میرود، در کدام سن سالی نباشد، مقصد از آن عبارت است که خواندن لازم، تربیه گرفتن، تربیه معنوی، تربیه دانشجویی. برای این البته مقصد از آن عبارت بود که خواندن لازم، طاقت صبر کردن و من هر روزی که با همون بعض از اون درسی که تمام میکردم در آموزشگاه با همون مرحوم استادم آونیر کوینیویچ تو خانه باید برده گسل میکردم هر روز همین بگذار در پای 1 سال بود، 2 سال، من 4 سال خواندم آنجا. عموما قریب که هر روز من با معلمم در صحبت بودم. برای من هم از یاد آمده بودم در اون آموزشگاه موسیقی فنا بسیار فنای قیم بودن. ما با زبان روسی میخواندیم، من در شعبه روسی میخواندم، روس‌ها بسیار زیاد بودن. من باید که به یک درجه در کاری باید حرکت کرده میخواندم. البته برای ما زبان رو با آموختن در کار بود، زبان روسی رو. بله. خودم خیلی حرکت کردم، اینه که با مرور زمان باز معلمم ما را همچون تربیه معنوی داد، گفت که این صنعت اشرافی است، مهنت زیاد رو طلب میکند. بعد اینجا با رفتن لازم، با مسکو خواندن لازم،
برای که وای در اون وقتا برای مسکو رفتن اینم یک آرزوی جوانی بود، یک آرزوی بسیار آرزوی نو پیدا شده بود. برای بعد در دهات دیگه آرزوها بودن. وقتی که با پایتخت آمدیم داخل شدیم با آرزوهای دیگر با مرور زمان پیدا میشن. چون امکانیت ها زیاد هستند در امکانیت پایتخت. زیاد است و در جدای همین صنعت که قدم که ماندیم وقتی معلم با ما استاد معرفی کردن صنعت رو باید معرفی کردن این چه خیلی صنعت از اونجا پیدا شده است. شما میتونید اینجا خواندید با رفته در مسکو. من خودم بسیار می آدم بین المللی بودم. من معقول بود در دیگر کشورها رفته خوندن با دیگر مردم ها شناسایی کردن معاشرت کردن با من بسیار معقول بود. میخواستم که بسیار فهمم بسیار چیزها را زبان را آموزم. بعد معلمم خیلی گفت بسیاری خیلی خواندن لازم و رفتن لازم. من وقتی که در اون آموزشگاه میخوندم در همون زیر استادی ابنر ملاقاندوف دیگه مقصد داشتم که بعد ختم مسکو روم. نیت کردم بعد ختم حتما رفته در مسکو وقتا بسیار کنسرواتوری چایکوفسکی در تمام اتفاق شوروی بسیار مشهور بود. بله. در اونجا خوندن هم به هر کس میسر نمیشد. برای اونجا داخل شدن بسیار مشقت زیاد لازم بود. دیگه با به هر حال خوندم رفتم بعد ختم با همین توصیه استاد رفتم با مسکو. از اونجا سر شد حیاتی بین المللی. قبل از مسکو شما باز در تشکند نیز تحصیل کرده بودید؟ بله با مرور زمان خیلی من تو مسکو خواندم یک سال. بعد من دعوت کردن تاشکند ازبکستان. با امر تقدیر اونجا دعوت کردن گفته که اگر خواهیم ما شما را دعوت میکنیم با ازبکستان در کورس یک نیو در کورس دو. من فکر کردم اگر هم خواهید تاشکند در دویم کورس خانم خیلی زودتر تمام می شود. خیلی با مسکو علاقه بودم با خواستم که ازبکستان رو تاشکند. خیلی من در تاشکند اومده تمام کردم ختم کردم کنسرواتوریا. بعد وقتی که خیلی باز در تاشکند با اونجا اومدم اونجا معلمای دیگر پیدا شد. معلم با یک معلمم اونجا براون بود که معلمم تا حاضر با این معلم در صحبت هستم زیاده از 40 سال شد. ببینید که من همین خیلی خصوصیت ها دارم که با استادم بسیار من آدمی هم خودم شخصا بسیار آدمی مینت‌دار. هر کسی که با من خوبی کرد خوبی رو من حرکت بکنم که پست دارم برگردونید. بعد از روی تربیه ما معلم برای ما همچون پدر همچون استاد بودن. برای که معلم ما رو وقتی از آغوش پدر و مادر بیرون شدیم تربیتگری هر یک انسان وقتی که دانشجو است معلم است. بله 100%. از همین سبب من در تاشکند خواندم. معلم من اوز براون در همون وقتای شوروی یکی از هنرمندان آوازخوان‌های اپراوی بین المللی بود با یک مکتب بسیار بقوت با یک مکتب پیشرفته که او در اودسا خواندگی بود. در یکی از مشهورترین معلم ها با نام بلاگوید و ایوانوف در دست همون خواندگی بود. با همون توصیه اون بعد ولادیمیر براون با تاشکند دعوت شد. در تاشکند یکی از هنرمندان یکم درجه تئاتر کلان تاشکند بودند. هم در تئاتر کار میکردن و هم در کنسرواتوری درس میدادن. وقتی که به کنسرواتوری اومدم من البته حرکتم بود که دست پرور یک معلم پیشرفته باشم. خصوصیت های آوازخوانیشون دیگر بود. من حرکت میکردم که همون معلمانی بخوادتر بخوانم. من با این معلمم خیلی دوست شدیم میخوندم. با هر روز بعد درس با هم خیلی خصوصیت های با هم در کنج داشتم. هم خیلی تو امروز من با وی در علاقه هستم. 40 سال زیاد شد. من دیروز یک چیزی ثبت نو کردم. این ثبت ما تو امروز من در آموزش هستم. روان کردم با اون معلم که معلم من زیاده 80 سال دارد. روان کردم با معلمم پرسیدم معلم فکر شما چی در کجا خطاگی میبینید؟ تو امروز گویم که من در آموزش هستم. با اون معلمی که مثال در کنسرواتوری تاشکند خوندم 40 سال زیاد شد که من
در علاقه هستم. بعد خیلی بعد ختم بسیار معلم خواهش داشتن که من در همون تاشکند در تئاتر در کار مانم، لیکن من نخواستم. من خواستم تاجیکستان برگردم. تئاتر خودمان بسیار تئاتر بقوت بود. یعنی بعد از ختم شما اومدید پورا با دوشنبه بله، با من تاجیکستان اومدم عزیز. در تئاتر کار در آمدم. چند سال فعالیت کردید؟ 10 سال زیاد 10 سال زیاد. کاری تجربه کاری کردم. در وقتهای دانشجویی جوانی ما آرزوی هر یک آوازخوان اپرا این است که این بود که در ایتالیا تحصیل کنند. برای که تحصیل صنعت اپرا عموما در ایتالیا پیدا شده است و نزدیکی آن رو در همون ایتالیا با همون درجه‌ای که خواستن لازم از خود کردن در ایتالیا رفتن، به ایتالیا رفتن لازم. اون آرزوی من بود در وقتی که من مثال دانشجو بودم. با آرزوی خود رسیدید. بله. بینندگان عزیز، بیایید در این لحظه یک سرود میشنویم در اجرای شما. صحنه در اختیار شما. بعد از چند لحظه با صحبت خود را ادامه میدیم. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento di pensier di pensier di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felici a pieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, quasi un malavento, muta d'accento e di pensier. Di pensier di pensier. тамошобинони азиз, барномаи шабоҳанг идома дорад. ёдовар мешавем ки дар меҳмонии мо ҳузур доранд ҳунарманди халқии тоҷикистон Рустам Дулоев. бургар хуш омадед. تشکر. наргиз, медонед чи вақте ки Рустам Дулоев мегӯянд, сараввал дар пешам ман ҳамон суруди республикаи ман албатта Воқеан. дар гӯшам садояш меояду дар пеши назар ман ҳамон чӣ мегӯянд акси шумо яне ки меояд ва ман худро яке аз беҳтарин ё ин ки яке аз хушбахтарин чӣ мегӯянд намояндагони насли Истиқлол албатта эҳсос мекунам ки бо ин суруд махсусан мо ба воя расидем. ҳар боре ки тариқи телевизион оинаи нилгун махсусан аз ҳар куҷое ки ин суруд садо медод, воқеан ҳам ин сурудро пурра гӯш мекардем ва то ҳол матнашро аз ёд низ медонам. биёед ин дамои лаҳза вобаста ба анамин суруд, тавлиди анамин суруд барои мо каме маълумот медодед. تشکر. республикаи ман. البته این یک سرودی بسیار مشهور بود. در وقت شوروی خوانده میشد. نه به اون درجه مشهور بود که مثل حاضر. برای ما خوشبختانه در وقت استقلالیت صاحب استقلال شدیم. این سرود رو اول مرحوم احمد باباقلوف میخواندن. لیکن فقط همون مرحوم احمد باباقلوف میخواندن. دیگر کسی دیگه خواندگی من ندیده بودم راستیه. شاید یک از خواندگی باشد نمیدونم. از وقتای شوروی میخواندن. بله. لیکن بعد صاحب استقلال شدن این سرود رو من بار دیگر گویم که زنده کردم. بار دیگر بسیار با من معقول بود برای که ما بعد صاحب استقلال یک سرودی بود که مثال بسیار به مردم نزدیک بود. از جهتی در درباره شوروی صدا میداد. لیکن با امر تقدیر با صاحب استقلال شدن با جوانای نورس
این سرود یک بار اول من رو در همون میدان سامانه خواندگی بودم، در یک بسیار ایدی بزرگ بود، در ایدی استقلال. بعد با شرافتی سیفالدین و مرحوم مؤلف همین آهنگ چندین بار صحبت کردیم. مرحوم گفتن که بسیار سرود شما بار دیگر پیدا کردید، من بسیار خوشحال هستم از این. از همون سالهای بعد استقلالی گویم که همین رسپوبلیک من هم بسیارتر به دل مردم نزدیک شد. همچون یک سرود ملی، همچون یک سرود صاحب استقلال، همچون یک سرود، یک آهنگی وطنداری، منظره‌های زیبای وطن، همچون یک توجیک بودن در این سرود بسیار دیده می شود. از همین نیاز من هم این سرود رو بار چند ثبت کردم. این رو با سال گذشته با اثر ثبت کردم. همین سرود رو؟ بله، برای که از جهت تجربه و از جهت سین سال هر یک سرود باز از نو ثبت کرده می شود. از دیدگاه نظری پروفسیونالی با مرور زمان تغییر می یابد. سراییدن این سرود، صدای هنرمند، بله، با همچون مثال اکتیور، همچون فهمیش سخن، لحنی وی را فهمیدن با مرور زمان در جسم آدم میزد، هرچی با مرور زمان پیدا می شود. من برای از همین سبب این را باز از سر نو ثبت کردم. آیا میتوان گفت که سرود رسپوبلیکای ما یکی از مهمترین سرودهایی بود که شما را مثلا همچون سراینده در دل و دیده مردم البته جای داد؟ البته برای آنکه بعد صاحب استقلال شدن در جدای همین اپرا، من که خیلی قدم‌های اولیه خود را گذاشتم و بار اول بود که من همچون یک فرد تاجیک در اکادمیای اپرا در ایتالیا با یک زحمت وزمین داخل شدم، همچون سراینده اپرا که اونجا یک آزمون وزمین بود. ما از تمام شوروی، از تمام جهان اونجا اشتراک داشتن، از کره، از ژاپن، از خیتای، از بلغاری، از تمام جهان اشتراک داشتن، از گرجستان، از بلاروسی، از روسیه. یک ما بسیار اشتراک، ما 8 نفر داخل شدیم. البته این بعدی اونجا من برای من یک ایدی به حد افتخاری بزرگ بود برای شخصا من که با یک مقصدی که دیرینه داشتم در ایتالیا داخل شدم همچون صنعتکاری اپرا. وقتی برگشتم با این سرود رو برای همچون صاحب استقلال، همچون از افتخار داشتن از ملت خود، این سرود رو من بسیارتر میخوندم با همون مرحوم نالای و لیانا جانسون. شما میدونید یکی از کارگردان‌های شناخته تلویزیون تاجیکستان بودن، سابق کارگردان. رفته در تمام بالای کوه رفته این ثبت کردیم، در شهرمون ثبت کردیم که همین سرود با مرور زمان با هم جوانای هم بسیار مقبول شد. چی می شود که این حال یگان 4 مصرعش را زمزمه میکردید با صدای زنده؟ داری دل را برویات و نمودم، تو را در دیده و دل جان نمودم، و جسم و جانی خود موان نمودم، با وصفت شیرینا این شاد نمودم. داری دل را برویت وانمودم، تو را در دیده و دل جان نمودم، با جسم و جانی خود موانمودم، با وصفت شیرینم ایشان نمودم، با جسم و جانی خود موانمودم، با وصفت شیرینم ایشان نمودم. دل و دلدار رسپوبلیکای
ایمان بشورت یار بشورت یار رسپوبلیک ایمان رسپوبلیک ایمان بگردون سرکشیده کوسارد زرفشان دشت های بیکنارد خورشان نهرهای نقره بارد زفرمند از خلق نام دارد خورشان نهرهای نقره بارد زفرمند از خلق نام دارد دل و دلدار رسپوبلیکای من دل و دلدار رسپوبلیکای من بشورت یار بشورت یار رسپوبلیکای من رسپوبلیکای من. شما در صحنه‌های بزرگ جهانی هنرنمایی کرده، در نمایشنامه‌ها نیز اشتراک کرده و یکی از نمایشنامه‌ها این نمایشنامه فارس‌های یانا ظریفی میباشد که شما در آنجا با سرود خلقی تاجیکی هنرنمایی کردید. بیاید صحبت رو اطراف آن همین موضوع ادامه دهیم. البته این بسیار جالب دقت است. ما در بریتانیا کبیر در شهر لندن یک تعداد یک اسپکتاکل کامروی ساختیم با نام فارس ها. برای این زنک خودش یک بسیار هم رژیسور بسیار بخواه داشت، یانا ظریفی، هم از صنعت و فرهنگ مردم همین تاجیکستان بسیار بهره‌ور بود، بسیار دوست می داشت مردم تاجیک با تمام فرهنگش، با تمام تاریخ گذشتهش. با همین از همین سبب نام این برنامه فارس ها بود. اینجا آمد به تاجیکستان آمدگی بود، از اینجا لباس ها را انتخاب کردن بردن به لندن. ما این چیز را ساختیم. البته باید من خواستم همچون یک فلکسرا، من چون که چیزای خلقی را می سرایدم و من از همون سرکردگی بودم، از همون فلکای خلقی که در خونی ما هست. بعد با من هم خیلی یک گفت که همین برنامه را ما میسازیم، لیکن شما اونجا باید که سرود فلکی تاجیک معرفی کنین. معرفی کردیم، بسیار مردم خوش آمد. با من صنعتی فرهنگ تاجیک با کیپر سفر داشتیم، رفته در یک ماه در کیپر به طریق برای در تئاتر در زمین همون کیپر تئاترهای 1000 ساله بودن، تئاترهایی که مثال تاریخ بسیار کهن داشتن. همین تاریخ فارس ها را ما به همون مقصدی که این چیز فارس ها ملت قدیمی است برده در همون تئاترهای قدیمی کیپر در بیرون در میدان در سنگزارها در اونجا برده نمایش دادیم با لباس های ملی تاجیکی. بسیار یک شرف بسیار بزرگ بود، بسیار یک درجه بلند مردم گوش میکردن. خیلی خوب. و چطوره که تا آغاز برنامه همراه شما هم صحبت شدیم، شما گفتید که تا حال یعنی که شما در چی هستید؟ جستجوی علم هستید؟ در پی آموزش. بله. یعنی به اندیشه شما هنرمند باید پیوسته در آموزش باشد. البته این صنعت آخر ندارد. بعد صنعت این خیلی روز زبان میگن اسکوستا требует жертва، یعنی که تا وقت صنعت است، صنعت آخر ندارد. قربانی را میجوید. قربانی بله، قربانی شدن در راه صنعت.
اگر هر وقت که شما گویید که من تمام همینجا بس دیگر اون مثال شکست است. و فکر من تو وقتی که جان در بدن است از پشت صنعت کار کردن در کار صدقاً هنرمند، نه اینکه هنرمند در تمام ساحه‌ای که شما نباشید ساحه رو به درجه همون در کارش رساندن لازم. بگذار که شما نرسید، بگذار که شما قوت نرسید، دیگه شما نیت کردن لازم، نیت کردن لازم، رفتن لازم تو با اون درجه‌ای که شما قوت دارید، خواهش دارید. هر یک قدم شما من 100%، 1000% باوری دارم که به شما نویگری نغز میارد، برای که شما نیت کردید، نیت شما سالم است، نیت شما، مقصد شما مثال نیک است، از نیت نیک حتما حرکت کردید به مقصد میرسید. در راه انتخاب کردهتان هستند آرزوهایی که تا هنوز عملی نشدند؟ البته خیر گفتم که باید صنعت آخر ندارد. من مثال تو امروز من میدونم که در کدام ساعت من هنرمندم، من مثال میخوانم، هر کس باید خودش باشد معلم خودش، یا که خودش با کدام ساعت میباید، هر کس خودش نفسر میدوند. البته من تو امروز نرسیدم به اون درجه که من از من راضی باشم. من میخوام که مثلا باز پیشتر روم، اون چیزایی که من میخوام باز به یک درجه بلند رسانده شود. اما ما با شما اصلا میگوییم که شما بار دیگر وادار ساختید که مردم تاجیک همه طرف هستند. یعنی البته این ما که افتخاری است، این شرف ملت ما است، صبر ملت ما، برای از جهت تاریخ، از جهت صنعت و از تمام جهت‌های تاریخ گذشته ما را گیریم، آینده ما را و دولت‌های دولت سازی ما را و تاریخ تمدن ما را گیریم. مردم ما مردم اشرافی بودن، با اون درجه صنعت و علم و این تاریخ هر چیز را تصدیق کرده است. این چیزی که در ملت ما است، در قلب ما است، در خون ما است. البته این را هیچ کس گرفته نمیتواند و در خون ما است. البته بار دیگر تشکر میگویم برای شما برای اشتراک در برنامه امشب شب آهنگ. با حضور شما برنامه امروزه ما رنگ دیگر گرفت. سلامت باشید. خوش آمدن بارید. تماشاگران عزیز، با شما توصیه می‌دهیم که دائما راه دشوار را انتخاب کنید، زیرا راه دشوار انسان را استوار می‌سازد. واقعا هم مصرف و ما در انجام برنامه هم برای شما برای کامیابی ها رو تمنا داریم و امیدوارم که برنامه امروزه شام شما رو زیبا و خاطرمان نمود. تماشاگران عزیز، یادآور می‌شویم که امروز در مهمانی برنامه شب آهنگ حضور داشتند هنرمند خلقی تاجیکستان رستم دولایف. همیشه با تلویزیون تاجیکستان بمانید. برنامه‌های من بعد را با بهترین هنرمندان باز انتظار شد. خیر. در زندگی برهانی من مرده بودم زندم کردی بیا ای جان من، مرده بودم زندم کردی بیا ای جان من. باری پا بوسی تو هر جا سبزه سر می کشید، داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من، داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من. هر کجا میخورد و آوازه به گوشی نازکش با تپیش سر میکشید، آنجا دلی نالانی من، با تپیش سر میکشید، آنجا دلی نالانی من.
گوشه ویرانه یوسفیستان کرد وصلت یوسفیستان کرد وصلت کلبه ای زانی من یوسفیستان کرد وصلت کلبه ای زانی من به دل سوزی دلو دستی تی شرمنده‌ام به دل سوزی دلو دستی تی شرمندم جز او دیگر چی آید از من و سامان من به دل سوزی دلو دستی تی شرمندم جز او